ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو که نامه کنم باز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و خواهران مهربان، دوستان عزیز، ما خیلی بود که در این شبکه‌مان، در این یوتیوب کانالمان خیلی شده بود پند و نصیحت نکرده بودیم، نپرداخته بودیم. از همه عذر دوستان عزیز. ما انشاءالله که از همین روز عبارتاً سر میکنیم و شما دستگیری کنید پیشروی از ما. دوستان عزیز، قصه های زندگی، دعای کودک برای خدا. یک کودک در آمد به مسجد. او کودک غمگین بود. اهل مسجد از او پرسیدند برای چی آمدی مسجد؟ کودک بر چشمان اشک گفت مرا میشنود خدا؟ در مسجد که آرزو کند و آرزوهایش برسد گوید بابا. داملای مسجد گفت بگو بچم، تو چی آرزو داری؟ گر تو نیت نغز پرسی میدهد انشاءالله. کودک طرف قبله نگاه کرد و اشک چشمانش ریخت و دست زیبایش را کشوده بر دعا از درون دل سخن گفت. داملای مسجد نگاه کرد و گفت بلندتر گوی دعایت را، همه شنوند، برای تو ما هم دعا کنیم. کودک با آوازی بلند گفت خدا جان، ای خدا جان، دعایم را قبول گردان. با من بده پدر جانم را، به پدر چی خیل من زندگی میکنم. در گهواره زار زار گریه میکند دادرم. بگو خداوند چی کار کنم؟ بگو خدا چی کار کنم؟ پدرم را گرفتی آخه، مادرم را هم خدا جان، مادرم را گردانده ده. میدانم آنها دیگر بر نمیگردند. دعایم را قبول گردان، خدا جایشان را جنت گرداند. اکنون میل من روم خانه. در گهواره بودگی دادرم بیدار شدگی، شیر و اوقاتش را دادنم در کار. من البته میگردم جوابت را، از جنت ها جای بده به آنها. آمین. دعا کرد این کودک. با اشک چشمش دستش را پیش بر ماند و گفت بابا جان، من را شنیده است؟ بگوید خدا مرا دید، آرزوهای مرا شنید. پگاه هم بیایم میلش از من بدقهر نشده است. امام خطیب بر آسمان نگاه کرد و گفت ای خدا، دعای این کودک را قبول گردان. بچه جان، دعایت را البته شنید. خداوند پدر و مادرت را جایش را جنت میگرداند انشاءالله. باقی در پناه خدا باشید دوستان عزیز. همه وقت سربلند و خانه آباد باشید. همیشه در هر یک نمازتون دوستان عزیز غریبان را دعاگو باشید. باقی در پناه خدا باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.